میخوام بهتون ثابت کنم که تصویری که اینجا میبینین عمیق‌ترین و هیجان انگیزترین تصویریه که تو زندگیتون دیدین. توی این عکس میلیون ها سیاره شبیه به کره زمین وجود دارن که توشون زندگی و حیات جاریه. برای اینکه عظمت این عکس رو درک بکنین لازمه که با من به یه سفر کیهانی 2 دقیقه‌ای بیاین. وقتی از سطح زمین به اندازه 100 میلیارد کیلومتر بالا میریم، مجموعه‌ای از 8 سیاره رو می‌بینیم که به دور ستاره‌ای به اسم خورشید در حال چرخیدن هستند. این مجموعه تقریباً کوچکترین واحد ساختاری کیهانه که ما توی اون قرار داریم و بهش میگن منظومه شمسی. وقتی پامون رو فراتر میذاریم و دورتر میریم، ستاره‌های دیگه‌ای شبیه به خورشید توی میدان دیدمون ظاهر میشن که اتفاقاً اطراف اونها هم سیاره‌هایی در حال چرخیدن هستن. هر چقدر که فاصله‌مون رو بیشتر می‌کنیم، تعداد این ستاره‌ها بیشتر و بیشتر میشه و کم کم متوجه میشیم که خورشید ما به همراه میلیون‌ها ستاره دیگه تشکیل یه ساختار منحنی شکل به اسم بازوی شکارچی یا بازوی اوریون رو میدن. دورتر که بریم میبینیم این بازوی منحنی شکل به همراه بازوهای دیگه که هر کدومشون شامل میلیون‌ها ستاره هستن تشکیل یه دیسک خیلی خوشگل رو میدن که قطرش حدود 100,000 سال نوریه. یعنی به عنوان ناظر بیرونی نور از یک سمتش اگر حرکت بکنه 100,000 سال طول میکشه تا به سمت دیگش برسه و ما به این دیسک قشنگ میگیم کهکشان راه شیری. کهکشانی که حدود 400 میلیارد ستاره داره و دست کم 20 میلیارد اونها شبیه به خورشید هستن و سیاره هایی که در اطراف اونها در حال گردش هستن میتونن قابل سکونت باشن. اگر فاصله‌مون رو بیشتر بکنیم کهکشان های دیگه هم وارد میدان دید ما میشن. کهکشان ما به همراه بیش از 70 کهکشان دیگه مثل کهکشان آندرومدا و کهکشان مثلثی تشکیل یک گروه محلی رو میدن. اگر بالاتر بریم میبینیم تعداد این گروه‌های محلی هم هی بیشتر و بیشتر میشه که هر کدومشون شامل تعداد زیادی کهکشان هستن. اینجاست که یک ساختار جدیدی از کیهان مطرح میشه که بهش میگن خوشه کهکشانی. مجموعه‌ای از چند صد تا چند هزار کهکشان که تحت نیروی گرانش مشترک کنار هم دیگه قرار میگیرن. خوشه سنبله که خونه ما محسوب میشه و ما توی اون قرار داریم به همراه حدوداً 100 خوشه دیگه مثل خوشه کما و خوشه برساوش تشکیل ابرخوشه سنبله رو میدن. اگر سفرمون رو ادامه بدیم و میدان دیدمون رو وسیع‌تر بکنیم به تصویری که در ابتدای کلیپ دیدیم میرسیم. تصویری شامل هزاران ابرخوشه کهکشانی که مثل تارعنکبوت در همدیگه تنیده شدن و جهان قابل مشاهده ما رو تشکیل میدن. این جهان قابل مشاهده قطری معادل 100 میلیارد سال نوری داره. البته دقت بکنید. این 100 میلیارد سال نوری فقط قطر جهان قابل مشاهده است، نه تمام هستی. حالا اگه موافق باشید راهی که اومدیم و برگردیم.